چی بگو؟ تو ما رو به رقصم واداشتی. برقص هم بابا چیه؟ من با تو چه بکنم مردی که خربی شده؟ چی شده؟ تازه فهمیدی که من خرم؟ بگو دیگه. دیروز که در دودخون وایستاده بودیم آها این دختره رو دیدی اومد رد شد. یکی راحت شد آره ولی نمیدونم کیه. عجب خری هستی. من که چند دفعه دیدم تو داشتی نگاهش میکردی میخواستی بخورش. یادت نیست؟ نمیشه خورد که خاک حاجی. بر اون سرت کنم. خاک بر اون سرت کنم. کدوم خاک؟ هر جا هر اگه خاک داشتیم که اینجا نبودیم که. هر خاکی که شده بود. خب حالا چی بکنیم که بتونیم سر کارمون وایسیم؟ من وایسادم دیگه حاجی. تو میدونی پول چیه؟ پول پول؟ نه چیه؟ پول اونیست که تو اگه داشته باشی راستی حاجی شنیدی که در خونه بغلی رو دوز برده؟ آره چیه آره. عجب مردی که خریه این. اون جنسایی که دیروز بردی فروختی کی به تو داد؟ بگو دیگه کی به تو داد؟ بگو من به تو دادم. تو به من دادی حاجی. تو خودت به من دادی. بر سرت اون کسی که خونه بغلی رو زد جنساش هم داد به تو. تو بردی فروختی دیگه. درسته؟ این تو بود حاجی؟ نه دزدی بود. خاک بر اون سرت کنن. نمیفهمی دزدی یعنی چی؟ ها؟ من از زمانی که با حاجی آشنا شدم معنی دوست فهمیدم. بگو چی شد آخه چی شد؟ کی برد و پول چی شد؟ ببین برو یه نوشابه چیزی برای من بیار. من انرژی منو تو گرفتی. با گاز یا بی گاز؟ هر کدوم گیرت اومد. برو ورد بیار. آخه نمیدونم چی میخوای. گوزم داره گازم داره. چی داره؟ هرچی گیرت اومد. من اصلا خسته شدم. اکی؟ از تو؟ برای چی؟ نمیفهمی من دارم بهت چی میگم. تو اگه من میفهمیدم که اینجوری نبودم که پیشت بردی تو نبودم که شبه رو ورده بیار. خسته شدم. اوه خدایا. حاجی بیا. حاجی بیا. اینو میگی نوشابه است. پس این درواق درش که بسته است. برو یه درواقونم ورده بیار. حاجی در زندگیت بسته است. برو پسر. برو خجالت بکش. یه درواقون در ورده بیار. مگه نوشابه نخواستی حاجی؟ چرا درسته ولی درش بسته است. برو یه درواقون ورده بیار. خسته درواقون؟ این خسته کرد من یه نفره میشستم دروا میکنه. هی درواقون کجایی؟ بیا دره آمدی رو واکن. حاجی آقای دوست اینم درش حسابی در وا میکنه ها. اینو از کجا گیر آوردی؟ در وا میکرد. اون در بغلی رو حیوان میکنه میبنده. یکی میاد میره تو میاد بیرون. همش داره در وا میکنه. همش داره در وا میکنه حاجی. حواست باشه درتون رو باز نکنه. در بکن. بگو یه چیزی دیگه. نه برش تو ببرش. این البنگ رو من برای چی میخوام؟ برش تو ببرش